جناب آقای سرافراز بفرمایید برای سخن. به نام دادار بی همتا، درود بیکران بر ملت سرافراز ایران. زندگی ما زمانی به پایان خود میرسد که در برابر چیزهایی که مهم هستند سکوت کنیم. به عنوان یک شهروند توسعه‌خواه میخواهم خردمندانه و با صراحت با شما مسئولین سخن بگویم. جامعه ایران به این حقیقت آشکار آگاه است که این ساختار ناکارآمد توانایی حل و فصل مشکلات روزافزون را ندارد. ملت ایران در چشمانداز آینده کشور افق روشنی نمی‌بیند و فضا را پر از بی‌ثباتی و احساس هدر رفتگی برآورد می‌کند. چرا که در 44 سال گذشته دلاری که بیش از 8000 برابر شده، طلایی که بیش از 71000 برابر شده و نقدینگی که بیش از 117000 برابر شده. کشوری که ماحصل سوء مدیریتش انواع بحران‌ها از جمله سقوط مستمر ارزش واحد پول ملی است و تورم دو رقمی که 4 دهه به عنوان مهمترین دستاورد ملموس این سیستم رفاه و اخلاق و ایمان مردم را به یغما برده است. آری، دولتی که از هر کسی و هر چیزی میترسد به اینترنت لگد میزند. دولتی که دچار خلای مأموریت شده و برنامه‌ای برای برون رفت از شرایط وجود ندارد. بین گفتار و عمل بس که تناقض دارید، نقلتان بابترین صحبت هر انجمن است. آقایان، تا وقتی اقتصاد اولویت نباشد، کنترل تورم و رشد تولید افسانه‌ای بیش نیست. آقایان، از شما می‌خواهیم که نمایش شایستگیتان را رها کنید و قسم به شرافت این ملت، اگر شما در این 44 سال کار می‌کردید، دشمن برای شما دست می‌زد. به خدا سوگند که مشکلات این کشور ثروتمند راهکارهای ساده‌ای دارد، به شرط آنکه سیاستمداران فرتوت و زنگ زده و آنانی که دچار فقر علمی، تجربی و تخصصی هستند را به خانه‌هایشان بفرستید. حد اعتراف شما کجاست؟ کجا اعلام می‌کنید که ما دیگر نمی‌توانیم و این کار ما نیست؟ تا به کی با جانمان باید تاوان اشتباهات حکمرانی را بدهیم؟ چه شده است که در این مملکت کسی تورم، تحریم و فقر را گردن نمیگیرد؟ ما انقلاب کرده ایم که به اینجا برسیم؟ آرمان شهری که قولش را به ما دادی کجاست؟ گر تو موسی نیستی، موسی این وادی کجاست؟ این هم مستی که فرمودی، بگو شادی کجاست؟ راه بیرون رفتن از زندان آزادی کجاست؟ مگر این سرزمین قحط و رجال است که دی نمیگذارند در آن چرخش نخبگان اتفاق بیفتد؟ ما از شما معذرت می‌خواهیم که نتوانستیم کشوری در شأن شما مسئولین بسازیم و سپاسگزاریم که امروز مردم ما با مقوله‌ای به نام خط فقر و با شاخصهای فلاکت اقتصادی از قبیل بیکاری و تورم بیگانه هستند. بزرگان، از شما سوال می‌کنیم، سیستمی غرق در بحران با سرمایه‌های نمادین و اجتماعی از دست رفته با چه سطح عقلانیت یک بار تصمیم می‌گیرد که زلف زنان را با مشت آهنین و کاسه ماست مدیریت کند؟ چرا ما یادمان رفته که دموکراسی یعنی پاسخگو بودن، یعنی گفتگوی دو طرفه، یعنی عذرخواهی کردن، یعنی اجازه ندهیم یک فکر، یک ایدئولوژی همه دلها را برباید و همه عرصه ها را در اختیار بگیرد. و البته که مقصر اصلی اقتصاد زخم خورده از سیاست و نظام تدبیر گرفتار توهم و جهل و رام بیشک قماربازان اقتصادی و راهبران سیاسی و سیاستگزاران دوزیستی هستند که رویکردهای غلطی را در سیستم بوروکراسی این سرزمین تدوین کردند. ملت ایران معتقد است که بدون انقلاب اقتصادی و تحولات ساختاری در نظام سیاسی و بازسازی اعتبار جهانی و اعتماد داخلی امکان رسیدن به رشد اقتصادی میسر نیست. ما باید آگاه باشیم طرز تفکری که محصول آن مشکلات امروز است هرگز نمیتواند کاری از پیش برد. برای حل این مشکلات ما به سطح دیگری از اندیشه و تفکر نیازمندیم. ریشه اصلی مسئله در تعارضات قانون اساسی است و یقینا ما یکی از راهکارهای گذار از این وضعیت موجود را تأسیس دادگاه قانون اساسی می‌دانیم که میبایست بر اساس مقتضیات قرن 21 و نیازهای نسل جدید ایران بازنگری ساختاری شود. برای حل قطعی و کم هزینه این مشکلات ما هیچ راهی نداریم جز آنکه اصلاحاتی در ساختار سیاسی کشور ایجاد کنیم و راه را برای ورود انرژی خرد جمعی
به داخل نظام مدیریت کشور بگشاییم، چرا که ما به اندازه داشته‌هایمان رشد می‌کنیم، نه به اندازه خواسته‌های ما. نسل امروز که به دنبال بازتولید هویت غنی و غرور ملی است، به مرحله‌ای از امید وجودی رسیده است که هر لحظه می‌تواند افق‌های امیدبخش تازه‌ای را خلق کند. این سرزمین یک آتش زیر خاکستر است که هر آن ممکن است شعله‌ور شود. ما از شما می‌خواهیم که نگذارید مسیر تحولات این ملت به سوی خشونت و خون برود. این وطن در حال زایمان است، زایمانی که دیر یا زود به تولدی تازه می‌انجامد و هیچ قدرتی هم توان جلوگیری از آن را ندارد. و در پایان این که ما معتقدیم راه توسعه این سرزمین از ثبات و آرامش و تعامل سازنده با جهان می‌گذرد. ما به ایران امید داریم، نه برای مسئولینش بلکه برای مردمان سرافرازش. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بینشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.